درود به کل مخلصان ورزش بزرگ. این برنامه ترانسفر در عمل است و امروز ما از ارتباط ترانسفری آیاکس شروع میکنیم. هرچند که نخست پیشگویی در مورد رفتن اندره اونانا، نیکلاس تالیافیکو و داوید نیرس از آیاکس میرفت، در اصل باشد یوئل ولتمن از آمستردام به برایتون انگلیسی کوچید. برایتون رسما از گزارش بازیگر خط دفاعی آیاکس اطلاع داده قرارداد کاری ولتمن با موی خوراکا 3 سال مهلت دارد. سرمربی برایتون گریم پاتر باشد نسبت این گزارش چنین گفت: ما از پیشوازگیری یوئل به باشگاه خوشنودیم. او تجربه نقض را از دوران برآمدش در صف آیاکس بخصوص در لیگ قهرمانان و منتخب نیدرلندها به دست آورده است. این حمایتگر است دارای صفت اعلی که میتواند در سمت راست و مرکز دفاع بازی نماید. تیم میانهال انگلیا اگر از معروفترین اکادمی فوتبالی بازیگر خرید، دسته گالیس که باشد از قدرتمندترین باشگاه فوتبال روسیه بازیگری سابقه دار آورد و این هم ایگور سمولنیکوف است که با کراسنودار شرطنامه با نقشه 2+1 نوشته کرد. یادداشت میکنیم که سمولنیکوف دسته زینیت را ترک نمود، جایی که از سال 2013 این جانب برآمد میکرد. در صف کراسنودار باشد ایگور از سال 2012 تا سال 2013 میدانداری نموده. در موسم 19-20 باشد سمولنیکوف در صف زینیت 12 بازی گذرانید و 1 پاس گل‌آور هم ارسال همدستگان نموده است. سابقه‌دار دیگر زینیت الک شاتوف باشد بعد انجام مهلت شرطنامه با پتربورگ به صف روبین قزان پیوست. همین طریق قرارداد کاری با این نیم حمایتگر 30 ساله 2 سال مهلت داشته، امکانی به 1 سال دیگر تمدید کردن آن هم وجود دارد. شاتوف در صف روبین تحت رقم 20 میدانداری نموده. این نیم حمایتگر در تیم روبین معاش سالانه 1 میلیون خواهد گرفت. رفتن الک شاتوف و ایگور سمولنیکوف به نتیجه من بعد زینیت هیچ تاثیر نمیرساند، ولی خیر باد با بنا باشد در بازی پتربورگ سخت احساس خواهد شد. زینیت با همین از رفتن ایوانویچ اعلان نموده کبود و سفید آسمانی رنگا برانیسلاو را بهر کار انجام داده، کسبیت و تلاش‌های بزرگش در هر بازی منتداری خاصه بیان نموده برایش در ادامه مسند ورزشی کامیابی‌ها تمنا دارند. گفته می شود در اظهارات تیم پتربورگ سربی 36 ساله باشد به زینیت از چلسی ماه فوریه سال 2017 گزارش نموده در 125 بازی با دسته سهامداران گازپروم 12 گل و 5 پاس گل‌آور با آمار گرفته است. با زینیت ایوانویچ 2 مرتبه قهرمان روسیه و 1 بار دیگر دارنده جام روسیه شده بود. گفته می شود که تیم نوبتی بنا اورتون خواهد بود. ترانسفر سوچیک به وست هم باشد بهر باشگاه لیگ 4 چخیا 2 میلیون یورو فایده آورد. این مبلغ برابر به اندازه 10 بودجه سالانه می باشد، ولی این تیم برای ترانسفرهای نو تنگه هم صرف نمی کند. اگر شما تا حال در خصوص سلوون از گاولیچوک برادا نشنیده باشد، فوراً گوش به قمار شوید. باشگاه لیگ 4 چخی همین تابستان در ترانسفرها زیادتر از 15 باشگاه از 16 دیویزیون عالی این کشور کار کرد و این هم 21 میلیون یورو می باشد. این چه خیلی امکان دارد. به طور عادی وست هم امکانی ماندن در پرمیر لیگ انگلیس از دست نداد و از سلاویا پراگ تاماش سوچیک را خریداری نمود، نفری را که از زمستان به اجاره گرفته بود. حجم ترانسفر 21 میلیون یورو یا خود 429 میلیون کرون چخی که از این مبلغ 10% آن یا خود 43 میلیون کرون به خزانه سلوون می رود، چرا که سوچیک در اکادمی این باشگاه تا 12 سالگی تمرین کرده است. بودجه خود تیم سلوون باشد 4.5 میلیون کرون در 1 سال است. ترانسفر سوچیک معنای آن را دارد که باشگاه سلوون مبلغ بودجه 10 ساله را به دست آورده است، ولی مبلغ کارکرد سلوون به خرج معاش و ترانسفرها مصرف نمی شوند. زیرا به قول پرزیدنت تیم سلوون پاول مازانک مبلغ سرپرستان تیم بسنده نبوده، مبلغ از سوچیک به دست آمده بهر رشد باشگاه مصرف خواهند شد. از این رو در باشگاه حالا به طور مشخص انیق نکردند که 43 میلیون کرون را چطور مصرف میکنند، ولی احتمالاً چنین مبلغ را برای یگان روز سیاه میمانند تا که سکورتکاری نموده از تاثیرات شدید کرونا خود را حفظ کنند، ولی حجم بیشتر این مبلغ البته که بر اکادمیا صرف می شود. هرچند که روزهای اخیر ما از ترانسفرهای توپ در انگلیس نمیبینیم، ولی آوازه ها را به قول دیگر جایی نیست. یک وقت اگر به جای کیپ از اعتماد بیرون شده چلسی تنها اوبلاک را نشان میکرد، اکنون این روی خط پرتر شد.
دиректори ورزشی چلسی و قدرتمندترین بانوی فوتبالی جهان مارینا گرانوفسکا اکنون اندره آنان از آیاکس و نیک پوپ را از بیورلی چون عوض کننده احتمالی کیپا می‌بیند. در این میان تیم مادریدی یکی از بهترین بازیگران خویش را فروختنی نیست، ولی کبودا میتوانند ارزش 121 میلیون اوبلاک را فعال گردانند. خلاص که کلی چیز اینجا از ابراموویچ وابستگی دارد. The Guardian باشد بر آن است که ویلیان چلسی را ترک نموده مهاجرت داخلی لندنی میکند. طبق اوضاعهای سرچشمه نام برده شده این حمایتگر برزیلی چلسی باید که به آرسنال پیوندد. در آلمان باشد حمایتگر استرالیایی بهر زیر دست گرفتن شرطنامه با شرط‌های نو با باواریا بازاری میکند، چرا که قرارداد کاری آلابا با میونخنیا یک سال دیگر مهلت دارد و دوید خواستار آن است که من بعد معاش سالانه 20 میلیون به دست میآورد. میونخنیا باشند در این مورد شرط‌های مستحکم خود را دارند و حتی مانوئل نویر معاش خود را زیاد کردن نتوانست. همین طریق باواریا را تنها دو انتخاب است، یا که یگان خیل آلابا را راضی کند تا در باشگاه بماند و یا که همین تابستان به یگان تیم دیگر فروشد. اگر نه تابستان آینده حمایتگر به قول تاپ چمپیونات آلمان به پول از باشگاه می رود. در خصوص حمایتگر تاپ که گفتیم مرور ضرور میباید که از خبر تاپ هم بگویم. سپورت مدیا ست ادعا دارد که اینتر در تلاش امضای شرطنامه با مسی در سال 21 است. اگر چنین شود اخیراً در ایتالیا میتوانند رقابت بزرگ کریش مسی را احیا نمایند و در این میان اینتر تا حال توجه خود را نسبت سروان بارسلونا کم نکرده است. از روی اطلاع سپورت مدیا ست نیراتزورا تلاش خریدکنی مسی را در سال 2021 به کار میبرند، زمانی که مهلت شرطنامه مسی با بارسا انجام مییابد. اینتر همچنین نقشه کرده است که از ناراضگی مسی در هیئت کاتالانی استفاده برده کار برایشان آسان خواهد بود. در تیم میلانی خوب میفهمند که ترانسفر مسی با قول ایمیج دسته را به سطح بالاتری برآورده این عامل به جلب سرمایه‌داران و جلب رکلام‌های گران ارزش مساعدت میکند. از این رو میلانی آماده اند که به مسی معاش برابر به بارسا را برایش تامین کنند و این هم قریب 50 میلیون یورو در یک سال است. به نظرم چنین اوضاع خاراکتر نه آنقدر جدی دارند، چرا که بارسا دل کار را به انجام میدهد تا مسی را تا سن سال توانمندیش در دسته نگاه دارد و از جانب دیگر باشد خریدن مسی برای من سیتی آسان‌تر خواهد بود، چه از حساب اقتدار پولی و چه با در نظر داشت مناسبت خوسه لئو با گواردیولا. ولی نواسته از خانه‌های جالب ترانسفری اطراف مسی همین تابستان سر و صداها در مورد جایگزینی سانچو جالب‌ترند، چرا که ما از نوستارگان درخشانی به مثل جیدون در 10 سالهای نزدیک عالم فوتبال را روشن می‌کنند. همین طریق معروفترین نشریه ورزشی کشور تولید کننده صفت کیکر با سرلوحه هنگامه‌ساز روی چاپ برآمده است. سانچو میخواهد به لیورپول گذرد نه به امیو، چرا که به جیدون جایزه ها ضرورند و بازیگر انگلیسی بران است که در تیم سولشر صاحب جایزه دار نخواهد شد. اشتیاق دیوان سرخ نسبت وینگر دورتموند ها را کایها باز همگان میدانند، اما ارزش مقرر نموده آلمانیا برای سانچو 120 میلیون است دسته را به ترس آورده است. غیر از این خودی بازیگر نسبت باشگاه دیگر انگلیسی یا خود نسبت لیورپول توجه کرده است و چطور کیکر میگوید سانچو بران است که صاحب شدن جایزه‌های بیشتر در تیم لیورپول با یورگن کلوپ آسان‌تر است. در آخر این مطلب علاوه کردن که جیدون طبق فرضیه مرکزی تحقیقات ورزشی یا خود CS فوتبال ابزرواتوری عین حال یکی از گران ارزش‌ترین بازیگران در عصر 21 تولد شده در میان تاپ 5 لیگ ها بوده، ارزشش برابر به 198.5 میلیون یورو می باشد. در فرجام برنامه امروز گفتنیم که بنا به نوشته‌های سپورتس رو جک ریلیش امکانی از ویلا به آرسنال گزارش کردن را دارد و آوازها دیگو کارلوس را از سویلیا به من سیتی میبرند. با امید دسترسی‌های جالب‌ترین نویدهای عالمی ترانسفری با شما خیر میگویم. تنسیت و پیروز باشید.